بگم، بحثی درش نیست. ولی بابت اون دروغی که گفتم هم پرداختم دیگه. چقدر بیشتر میتونستم بپردازم؟ این حرفشون رو قبول دارم. بله من دروغ گفتم برای اینکه چاره‌ای نداشتم. هر مادری هم در شرایط من بود اون دروغ رو میگفت به خاطر مصالح بچه‌هاش. یه مطلب دیگه اینو که باز مجدداً ایشون عنوان کردن این هست که من این کار رو دارم میکنم که پول در بیارم. والا خانم من که دقیقا نمیدونم راهی نمیدونم برای پول در آوردن از این طریق. این مایک بوده که به اصطلاح تمام راه ها رو رفته و تمام پول هایی رو که مال فامیل من بوده، سهم خونه من رو، سیفتی پای، تمام چیزهایی رو که در صندوق امانات بانکی من بوده، به اضافه این که 7 سال تمام یک پنی خرج بچه نداده، اون گین کرده همه اینا رو. اون راهش رو خیلی خوب میدونسته. ولی من اتفاقا خوشحال میشم که این خانم مجددا به شما زنگ بزنن و بگن که راهش چیه. من که نمیدونم، شاید ایشون میدونم، میتونم ما رو راهنمایی کنن که من به چه طریقی به پول میرسم. من که والا از اون زمانی که به زندان اومدم تقریبا پنیلس بودم، یک پنی نداشتم، هنوز هم کماکان همونه. ولی به هر حال خوشحال میشیم که نظر ایشون رو بدونیم که چه طریق من میخوام پولدار بشم از این طریق، با 4 سال موندن زندان، با 4 سال شکنجه بچه ها، به چه طریقی من که نمیدونم، تا حالا به فکرم نرسیده بوده. به هر حال بازم میخوام بگم که خیلی برام جالبه که این خانم چطوری با این راحتی، خیلی راحت، مثل این که دارم مثلا فرض کن راجع به یک تئاتر صحبت میکنن، نه زندگی واقعی، نه زندگی آدم‌های واقعی، نه زندگی بچه‌هایی که 4 سال رنج کشیدن و به قول اینا شکنجه داده شدن، نه زندگی مادری که شکنجه داده شده. خیلی راحت در عرض 60 ثانیه 20 ثانیه هر چقدر که طول زمان صحبت تلفنشون بود، من رو محکوم کردن و تموم کرده کارو. تا دقایقی دیگر به ادامه گفتگو توجه بفرمایید. به بخش پایانی گفتگوی همکارم با فروزان جنکینز توجه بفرمایید. خانم فروزان، تا به حال فکر کردید که این خاطراتتون رو روی کاغذ بیارید، بنویسید؟ نه، هنوز به فکرم یه همچین مطلبی نرسیده. فکر نمی‌کنید که نه برای اینکه من نویسنده خوبی نیستم اصلا. شاید که درسی باشه برای کسانی که احتمالاً نمیدونن وقتی در موقعیت شما قرار میگیرن چگونه عکس العمل نشون بدن، دوچار این اشتباهات نشن. شما خودتون قبول دارین که اشتباه بوده باشه؟ درسته، تا به حال بهش فکر نکردم، ولی الان شما که این رو میگین باعث میشه که شاید بهش فکر بکنم. خانم فروزان، در خاتمه گفته هامون صحبت‌های دیگری دارین با هموطنانمون؟ حالا میخوام اگه فرصتی دارید میخوام از افرادی که میشه گفت قسمت اعظم وقتشون رو، قسمت زیادی از وقتشون رو در این 3 سال و 8 ماهه به من اختصاص دادن، به من کمک کردن از ابتدا تا انتها، خیلی ها از بالی اینا از وسط کار، خیلی ها در آخر کار، که من به ترتیب کسایی که از اول با من بودن حداقل دارم میخواد اسمشون رو بگم، چون به هیچ عنوان من نمیتونم از این افراد قدردانی بکنم و اینکه چطوری میشه کرد. از وکیل استیت هم هست برای کیس چایلد ابداکشن، هم کیس به اصطلاح بچه دزدیم، به نام آقای دن پیک، که از اول با من این کیس رو شروع کرد و با اینکه مدتی بعد هم حتی وکالت من رو قانونا به عهده نداشت، کماکان به سوالات من هر روز 1 روز در میون، حداقل هفته 2-3 بار رو با روی خوش، با صبر و حوصله زیاد جواب میداد، چون میدونست که حق و حقیقت چیه. اون کاملا در تمامی این مدت با من، با مایک، با سیستم، همه چی آشنایی کامل 100%. یعنی با تمام کیس ما، یعنی از اولش با هم بودیم در مورد این کیس، یعنی دقیقاً از تمام جزئیات قضیه خبر داشت.
بعد از ایشون کیس فدرالم بود که وکیلم به نام آقای مارتین سابلی بود و ایشون هم یکی از بهترین وکلا هستن. میشه گفت که نمیدونم کلمه فارسیش چی میشه، مبرز کیرینگ، یعنی برای شما نمیتونم بگم یکی از بهترین ها، بهترین ایشون بودن که با مدت طولانی، با اینکه حتی بعد از اینکه کیس فدرال من تموم شد کماکان از من ساپورت میکردن، کماکان به من باشون تماس داشتم مرتبا دائما. و دیگر آقای قفاری وکیل ایرانی مبرز خودمون بودن که ایشون هم کماکان به مدت چندین ماه وقت بسیار زیادی گذاشتن، کمک های بسیار زیادی به من کردن. من هیچ وقت فراموشم نمیشه. لطف کردن بدون پول، بدون هیچی، فقط به خاطر حقیقت. و دیگه آخرین وکیل من به نام، یعنی آخرین وکیلی که باهاشون مدت زیاد کار کردم، وگرنه همونطور که گفتم حدود 9 تا 10 تا وکیلی میونه بوده و رفته و این کسایی هستن که موندن و مدت طولانی باهاشون کار کردم. آقای آنتونی باسکوویچ هستن که همین وکیلی بودن که در آخرین روز دادگاه، در روز باور میکنین که تاریخ پنجشنبه 14 از بس تاریخ های مختلف داشتم. پنجشنبه 14 بالاخره با به اصطلاح پرفورمنس عالیشون و کار خیلی خوبشون به کمک هموطنان عزیز من آزادی من رو گرفتن. ضمناً باید از مهمترین کسی که در این قضیه با من به مدت طولانی بوده، از یک خواهر به هم نزدیکتر بوده و من واقعا هیچ کلمه پیدا نمی کنم که قدر محبتاشو بتونم ادا کرده باشم. خانم نیره اتفاق هستن، شوهرشون، برادر عزیزشون آقای مجید شکارچی، دوست عزیزم خانم گریچن گادفری که تمامی این سالها دوست با وفا و خوب من بوده، که یه روز از دست من خسته نشده، یه روز ناامید نشده، با پشتکار فوق‌العاده کماکان از من حمایت کرده. و تلویزیون نیما و آقای، قبل از اینکه تلویزیون نیما رو بگم، آقای موسوی که ایشون میشه گفت بالاترین کمک ها رو به من کردن با گفتن حقیقت، با گفتن ترود و با اینکه نشون دادن که این به اصطلاح من در آوردن بچه ها هیچ حقی، هیچ دخالتی، هیچ به اصطلاح قدرتی ندارم. اینه که من نمیدونم و با در به اصطلاح میگن the last but not the least تلویزیون نیما، از همه دستاندرکاران تلویزیون نیما، آقای خدایاری خود شما، آقای کلانتری، خانم خلیلی، متاسفانه میبخشید من اسم آقای آرمن پتروسیان که لطف کردن به زندان اومدین اینجا، وقت گذاشتیم و محبت کردیم و این کیس رو یادتون میاد که من آقای کلانتری باید دقیقا یادشون بیاد که چقدر به من اصرار میکردن که این ببریم اینو به تلویزیون و من میگفتم نه، من نمیخوام و با اصرار زیاد این مسئله شد و البته خب چقدر خوشحالم که این کار رو کردیم و هموطنان عزیزمون رو از این مسئله واقف کردیم و من واقعا نمیدونم با چه زبونی از همه شماها، از همه کسایی که اسم بردن و بقیه هموطنای عزیزم که به نحوی از من پشتیبانی کردن و کماکان میکنن. یعنی بعضی موقع منو واقعا به گریه میندازه خوبی این افراد. تلفنایی که بهم میشه همه به من میگن ما چه کار میتونیم برای تو بکنیم، خونه ما خونه شماست، هیچ وقت فکر نکن که اینجا تنهایی، هر موقع دلت خواست، هر کاری داشتی به ما بگو. یک به یک تلفنشون تو خیابون میرم، کسایی که اصلا نمیشناسم، منو فقط تو تلویزیون دیدن و حتی تو بعضی موقع نتونستن توی دادگاه هم بعضیاشون شرکت بکنن، میشناسن، میان جلو، بعد اظهار محبت میکنن که واقعا من شرمنده خودشون میکنن. و فقط همون یک کلمه باز میتونم بگم، کاشکی که کلمه‌ای بود که میشد
بیانگر احساسات واقعی، یعنی اون احساسات عمیق من باشه. ولی متاسفانه ما همین متشکرم و سپاسگزارم رو داریم، چیز دیگه ای نیست. به هر حال از همه متشکرم. من از شما متشکرم. مرسی. اکنون در پایان داستان 44 ماه پرتلاطم از زندگی غیر متعارف یک بانوی ایرانی هستیم. در هفته آینده گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس و مسائل مشابه خانم فروزان را از نقطه نظرهای اجتماعی آن بررسی خواهیم کرد تا تجربه‌ای باشد برای کسانی که در وضعیت مشابه ایشون قرار دارند و راهگشای مشکلات آنان. کسانی که در این مقوله سوالی دارند با تلفن 490 نیما تماس بگیرند. تا هفته آینده، خدا نگهدار.